از جمله موترهایی که در سطح جهان در آفرودینگ و گردشگری محبوبیت خاص خود داره و یک کمک سلیپ داره که در این قسمت است. باید همیشه وقت از تیر امتی استفاده کنید. دوستان عزیز سلام، امید که جور و صحتمند باشه. خواستیم یک برنامه متفاوت و یک برنامه جدید برای شما داشته باشیم. برنامه امروزی ما راجع به موترهای فور ویل درایو و موترهایی که گردشگری میکنن، ادونچر میکنن و ماجراجویی میکنن، او را برای شما به معرفی میگیریم و تجهیزاتی که برای یک موتر فور ویل درایو و موترهای گردشگری ضرورت است برای شما معلومات میدیم. موتر دوست ما به بند مانده اینجا، ما ایره میخواهیم که همراهشان مسیر راه را بند کرده و مشکل مواجه شدن. با این ونچ اونا را کمی پشتر بکشیم که تا مسیر راه باز شود و بر از ما یک کمک شود. ونچ الکترونیکی که هست با این ریموت کار میکنه و این باید ایره کسی استفاده کنه که سر جلو موتر می باشه، همزمان با حرکت موتر از یام استفاده کنه. این باید هیچ وقت در دست شخص دیگه نباشه که حرکت یکی انجام بده و ریموت کسی دیگه استفاده کنه. به خاطر از اینکه همزمان با حرکت غیر موتر از ونچ باید استفاده کنه. و همیشه دوستان وقتی که ونچ استفاده میکردی به خاطر سیفتیش و به خاطر از اینکه آسیب پذیر نشه، دستتان اوگار نشه، او بسیار سرعتش زیاد می باشه، این تصمیم سیفتیش باشه، امرایش باشه که همیشه وقت ازی بگیرید تا خدای نخواسته دستتان اوگار نشه و آسیب پذیر نشه. بعد برعکس برنامه امروز ما دو موتر متفاوت و دو موتری که رقیب سرسخت هم دیگه هستند، از جمله موترهایی که در سطح جهان در آفرودینگ و گردشگری محبوبیت خاص خود داره و علاقمندای زیادی دارند. این دو موتر، یکیش لند کروزر مدل 1995، موتر دیگه موتر نیسان پترول که این هم محبوبیت خاص داره در بین علاقمندایش و این دو موتر رقیب سرسخت هم دیگر هستند. هر دوش ساخت ژاپن
و در رقابت نتیجه خوبی دادن و علاقمندای زیادی در سطح جهان دارن. موترهایی که به آفرود و گردشگری و ماجراجویی استفاده میشه باید ویژگی‌های خاص خود داشته باشه. موتر لند کروزر سری 80 از جمله موترهایی است که در سطح جهان در گردشگری محبوبیت زیاد داره و علاقمند زیاد داره. این موتر خصوصیاتش متفاوت از دیگه موترهایی که در گردشگری و در آفروتینگ استفاده میشه متفاوت تر است. این موتر لند کروزر دارای 3 نوع کمک است. من دوستا کوشش میکنم که امو لهجه را استفاده کنم که در بین مردم ما شما مروج است و باید بفهمند که من چی میگم برشان. از 3 نوع کمک موتر برخوردار است که 4 ویل درایو است، 4 لو است، یعنی کمک سلیپ، کمک دبل و دیفرنشال لاک سیستم داره، یعنی لاک کرومیل یا دیفرنسال داره. این موتر برای سرکای خامه، گردشگری، کو، از واتر کراسینگ یعنی عبور از آب بسیار نتیجه خوب داره. با انجین 6 سیلندر دیزل توربو است. مصرفش بسیار مناسب است برای گردشگری. مصرف کم داره، منول است یعنی گیر است و یک کمک سلیپ داره که در این قسمت است که 4 تایر می سازه موتره و کمک دبلش یعنی لو رنج اما گیر دبلش در اینجا است که در وقت ضرورت استفاده میشه. باز براتون بعدا تشریح میکنم. و یک کمک دیگه در طرف چپ موتر داره که کرومیل پیش رویه و کرومیل پشت سر مستقیما به گیربکس جاین میکنه که سلیپ یا ترکشن موتر کم بسازه و از جایی که موتر هر 4 تایرش بر سرک لیول نیست و مستحکم نیست در او حالتا کمک زیاد میکنه بر راننده. وقتی که کمک موتر استفاده میکنی یعنی در سرکایی که امکان لغشیدن است، برف است، لای است، سنگپر است، کوتل است، در او حالتا همیشه شما از به کمک ضرورت پیدا میکنی و از کمک استفاده میکنی. کمک که موتر که عادی باشه، بک ویل درایو باشه، همیشه وقتی که شما کمکش استفاده میکنید چراغ سبز 4 ویل درایو برای شما سیگنالش میاد. به معنای عزیز که موتر شما حرکت پشت سر است و شما موتر 4 ویل ساخته یعنی در کمک انداخته. خطر نداره تا سرعت 100 مشکل نیست که شما درایو کنید. سرک برفی، سرک خامه، سرک ریگی هیچ نوع مشکل براتون نیست. اما وقتی که گیر لور استفاده میکنه، دبل کمک استفاده میکنه، شما ماکسیمم اسپیدتان حد آخر اسپیدتان باید 50 باشه. از 50 اضافه تر باید درایو نکنه. و وقتی که دیفرنشال لاک سیستم استفاده میکنید، در تصویر شما تکمه دیفرنشال لاک میبینید. این دیفرنشال لاک ژاپنی است. در دیگه موترها سویچ دیفرنشال لاک فرق میکنه، با سویچ های مختلف و با رنگ مختلف آمده. اینجا شما چراغ کمک ما براتون نشان میتم. چراغ کمک شما ببینین. همیشه وقت چراغ کمک این موتر یک موتر فول تایم 4 ویل درایو است. وقتی که من میخوایم چهارچرخ یا سویچ سلیپ کمکش فعال کنم که همیشه فول تایم شوه، چراغ نارنجی روشن میشه. چراغ نارنجی در امپیر بکس میاد به معنای عزیز که این موتر سنتر دیفرنشال لاک داره و از گیر بکس وصل میشه. اما سویچ دیفلاک و چراغ دیفلاک متفاوت است. وقتی که دیفلاک پشت سر ما آن کردم میبینید دوستا که چراغ سرخ است و دومش که روشن کردم دیفلاک اسی پیش روی روشن شد. به معنای از این سرخ است که خطر وجود داره. برای درایو زیاد نیست، برای درایو طولانی نیست. هر وقتی که ضرورت شد موترتان یک بغله بود و جای بند مانده بوده، بعد از استفاده 10 متر و 15 متر دفعتا او را خاموش کنی و همراهش لانگ درایو نکنی. برای درایو دراز مدت آسیب پذیر می سازه موتر. موتر لند کروزر که مجهز با تمام سیستم آفرود و گردشگری مجهز است، ونچ داره، ونچ الکترونیکی داره که شما در تصویر دیدین که ما استفاده کردیم و بسیار برای موترهای گردشگری و برای موترهایی که آفرودینگ میکنن اشد ضرورت است.
اشد ضرورت است که باید از این داشته باشه و در صورت ضرورت به خاطر از اینکه شما یک نفر و دو نفر در سفرهایتان می باشه، کمک امرایتان کسی نمیکنه، موتر دیگه نداره که شما را کمک کنه و جایی که آسیب پذیر میشه بند میمانه موتر شما را کش کنه، از ونچ استفاده کنی، سهولتش زیاد است، هیچ نوع مشکل برای شما پیدا نمیکنه و با آسانی از یک جای شما را عبور میده و از بندش بکشه. سیستم هواکش از ارتفاع بلند به خاطر از این است که اول ضرورت از این به خاطر آب بلند است. وقتی که آب بلند از سطح انجین بالا میشه و کلای موتر اما فیلتر هوایش زیر آب میشه، انجین آسیب پذیر میشه و آب کش میکنه. اولین کاری که میکنه هوا را از این قسمت میگیره و تا قسمت شیشه پیشروی هم وقتی که آب بلند شوه، به شرط از این که فیتینگش اساسی باشه، کلفتایش و شرش مکمل زده باشه که آب داخل انجین نشه. اولین کاری که میکنه به خاطر آب است و از واتر کراسینگ و دریا و گپا برای شما خیلی کمک میکنه و هیچ نوع انجین آسیب پذیر نمیشه. دوم به خاطر ارتفاع بلندش است که کلای موتر از این قسمت هوا میگیره و این به خاطر از این که بلند است هوای صاف کش میکنه. خاکباتی که تیر تولید میکنه در سرک‌های خامه، از او خاکبات انجین نگاه میکنه و انجین و کلای فیلتر هوا خاک کش نمیکنه. برای لانگ درایوتان بسیار مفید است. دوستو عزیز، در تاپ از این موتر در جنگلش یک خیمه داره که گنجایش 3 نفر داره. در سفرهایی که طولانی باشه، هتل امکانات از شهر دور باشه، از قریه دور باشه و جای برای استراحت و گپا، خصوصا برای کمپینگ و گپا که در خارج زیاد استفاده میشه اما در افغانستان نو رواج شده، یک خیمه بسیار مجهز با توشک با تمام امکانات و ارتفاع بلند که از حیوانات وحشی شما را در امان نگاه میکنه و محفوظ است. بسیار راحت می باشه از طرف شو. ریکاوری ترکشن یا همو کمک سلیپ به حساب عامیانه براتان بگویم وطنی چیزی است که در همه جاده ها به دردتان میخوره. این در سرکای که لای باشه، برف باشه، چقوری داشته باشه، یک تیرتان از زمین کم ارتفاع بگیره و بلند شوه، با کمک از این میتونه که زیر تیر قرار بده و از او جای با آسانی شما عبور کنه. بسیار مستحکم است. من نام کمپانیش برای شما اعلان نمی کنم که بر از اونا بزنس کنم یا اعلان کنم، اما برای کسایی که گردشگری میکنن و ماجراجویی و سفرهای خارج از جاده دارن، همیشه باید از این همراه خود داشته باشن. یک سهولت بسیار خوب است برشان. و جکی که در قسمت هایی که موتر شما تانشین میشه، در گل، در برف، در لای پایین میره و شما جک کمپانی موتر زیر سه یا زیر بادی داده نمیتونین، این جک به او خاطر طراحی شده. این جک در پمپر پیشروی، پمپر پشت سر، پایدانای موتر نصب میشه و تا هر قدر که شما بخواین این جک بلند میشه که زیر موتر پرکاری کنین و از جایی که موتر بند مانده شما با آسانی موتر سیف بسازین، پرکاری کنین، سنگ بانین و بعد از او موترتان از اونجا بکشین. تایر موترتان برای موترایی که آفروتینگ میکنه، گردشگری میکنه خارج از جاده، سرکای خامه، سنگی و سرکایی که آسیب پذیری تیرای عادی زیاد است، باید همیشه وقت از تیر التی استفاده کنه و باید مارک تیر، تاریخ تیر متوجه باشه که تاریخ تیرتان جدید باشه که آسیب پذیریش کم باشه و همیشه وقت تیری که مد سنو باشه، یعنی برای مد سنو ایره استفاده کنه که سلیپش کمتر است و دوامش زیادتر است. موتر با چراغای LED یا چراغ شکاری مجهز است که در وقتایی که سرکای سهل عبور باشه، سایه دید محدود باشه و چراغ خود موتر در او روشنی کرده نتانه، شما از این چراغ‌ها استفاده میکنه. خصوصا شیشه زردش که برای سرکایی که غبار و برف و ایگپا می باشه، سایه دید شما را بسیار خوبتر میسازه و درایو براتان آسان میشه.
هم میبینی که در روفرکش در جنگلش نصب است و هم در پمپرش نصب است که هر کدامیش در جای خاص خود به درد میخوره و از سایت هم چراغ داره. در وقتی که ما کمپینگ میکنیم در بغل موترام چراغ داره و در پشت سر موترام چراغ داره که در وقتایی که به لیورس و گپا ضرورت میشه و راننده بسیار با آسانی بتونه که موتر لیورس کنه و سایه دید خود مشخص کنه. موتر لندکروزر سری 80 به 3-4 انجین آمده. انجین پترول، انجین دیزل و خوبترین انجین و پرقدرتترین انجین در لندکروزر سری 80 انجین دیزل 1 HDT است که توربو است. بسیار انجین خوب است که علاقمندای زیاد خود بین انجینای تویوتا داره. این انجین 1 زید 4200 سی سی است، توربو داره، توربو چارج داره و 2 بطری است. همیشه وقت کوشش کنی که موتری که همراهش گردشگری میکنی و دور از شهر و دور از قریه و دور از ولایت میری، همیشه وقت باید 2 بطری داشته باشه. به خاطر سلفش، به خاطر که چراغ روشن میکنه، به خاطر که ونچ استفاده میکنه. ونچ برای بطری قوی ضرورت داره. وقتی که 2 بطری باشه هیچ وقت با مشکل مواجه نمیشه. موتر نیسان پترول که هم مدل و لندکروزر سری 80 است با انجین 6 سیلندر پترول اتوماتیک. مشخصاتی که لندکروزر سری 80 داره عین مشخصات دیام است. یخچال، آرکندیشن، تفلاک، فور ویل درایو، ریر ویل درایو است، اسیش، سسپنشنش، جمپین، اسپرینگ عین چیز است. برای گردشگری و سرکای آفرود بسیار نتیجه خوب داده. همه مشکل اساسی نیسان پترول در کشور ما افغانستان و اکثریت کشورهای دیگه کمبود اسپیرپارت و سامانش است. بهترین موتر برای گردشگری و ماجراجویی موتری است که در کشورتان اسپیرپارت سامانش به اندازه کافی باشه و بیرون از کشور ضرورت نباشه. در هر ولایت، در هر مکان، در هر جای قابل دسترسی باشه. بهترین موتر برای آفرودینگ و گردشگری همون موتر است. موتر نیسان پترول دیفلاک پشت سر داره. سسپنشن اسایش بسیار مستحکم است. برای سرکای سهل عبور کم از لندکروزر نیست. موتری که علاقمندای زیاد خود داره. برای 7 نفر سیت داره. سیت های بسیار مقبول، خوب. موتر ما مودیفای برای آفرودینگ نکردیم. موتر تازه است. خواستیم که یک تست درایو داشته باشیم همراه هر دوی از اینا که ببینید شما که کمک‌ها و سیستم حرکت چرخ‌ها و تیرها و دیفرنسیل‌های ازی به چی طریقه کار میکنه و کمک نتیجه چطور است. از کدامش ما نتیجه بهتر و خوبتر به دست میاریم. دوستای عزیز، در اینجا موتر سیستم حرکتش تست میکنیم که تا کدام اندازه ترکشن میکنه و تا کدام اندازه را سیف درایو میشه همراهش. شما میبینی که تا یک اندازه را موتر سلیپ کرد. در این حالت دوستای عزیز وقتی که سلیپ کمک یا فور ویل درایو سویچ هم بزنی موتر نتیجه خوب نمیده. به خاطر از اینکه دو تیرش مکمل از هوا بالا میشه. وقتی که دو تیر از هوا بالا شوه اونو باز موتر سلیپش زیادتر می باشه. وقتی که من سلیپ کمکم استفاده میکنم میبینید دوستا که موتر هنوزم چی میکنه سلیپ خود داره. به خاطر از اینکه دو تیر مستحکم نیست و اما سلیپ میکنه. وقتی که دیفلاک در این حالت استفاده بکنیم دیفلاک نتیجه خوب میده. تیری که از زمین بلند شده او دالت سلیپ است. تیری که در زمین مستحکم و فشار است و لوت است سرش او تیر زیادتر در حرکت مندازه. دالتی که دوستای عزیز در این تو یک جای برابر میشه میبینه که فشار بالای از این تیر کم است و تمام قوه انجین و گیربکس سرمی تیر میاد. به خاطر از اینکه از زمین بلند شده سبک است این تیر سلیپ میکنه. اما تیر پیشروی میبینه که بسیار مستحکم به زمین وصل است و تمام وزن موتر بالای تیر پیشروی طرف دست راست و بالای تیر دست چپ پشت سر است. میبینه که چقدر ایجا
فشار از بالای از این تیر. وقتی که فشار آمد در این صورت شما از دیفلاک استفاده میکنه. یک تیر پیشروی و یک تیر پشتر مکمل بلند است. تمام قوه موتر به می دو تیر تقسیم شد. موتر در حالت سلیپ است. وقتی که دیفلاک استفاده میکنه قوه به این تیر منتقل میشه. تیری که مستحکم و قائم است این تیر حرکت میکنه. این که حرکت کرد شما را از اون منطقه یا از اون جایی که گیر کرده میکشه. وقتی که کشید 10 متر یا 15 متر یا 5 متر پیش رفتین بعد از اون دیفلاک خاموش میکنه. موتری که سیستم سسپنشن جمپن اسپرنگش بلند نشده باشه، تیرش بلند نباشه، سلیپش زیادتر است. در سرکای پخته، سرکای اسفالت، سرکای که شما اسپیدهای بالا درایو میکنین، موتری که آفرود نباشه درایو سیف داره و شما حاکمیتتان بالا از او زیادتر میباشه. اما موتری که با آفرود طراحی شده باشه، اسپرینگ، جمپن، تایر همه چیزش تغییر کرده باشه و بلند شده باشه، در سرکای اسفالت و سرکای خوب درایو خوب برای شما نداره. کم ترس در وجودتان میاد به خاطر از اینکه موتر از حالت استاندارد بلند شده. اسپرینگ، جمپن همه چیز از او برای سرکای خامه طراحی شده، برای سرکایی که کپرک و جمپ جول، دریا، گل، لای ویگپا باشه. به او خاطر درایو سلو ضرورت داره. در تصویر شما میبینید که دراپ از این موتر، فاصله بین تیر و بادی چقدر زیاد شد. به خاطر از اینکه این موتر اسپرینگ و جمپنش برای آفرود طراحی شده و جایداد زیاد داره. هر قدر که چقوری زیر تیر زیاد شود، تیر به مو اندازه خود پایین میکنه تا که موتر از سلیپ نجات پیدا کنه. فاصله بین تفاوت بین موتر این موتر و موتر نیسان پاترول ببینه. نیسان پاترول این فاصله ای که شما در این قسمت میبینی بسیار محدود و کم بود، اما این کوشش کرد که تیر از زمین بلند نشه و خود از زیادتر به زمین پایین کرد. اما تیر او طرفیش ببینه، بدون از اینکه سلیپ کمکش استفاده کنیم یا دیفلاک استفاده کنیم از این بلندی بالا شد و این رو میبینه که تا چه حد خود داخل بادی برده. تمام وزن و تمام فشار بالای از این تیر است. اگر در اینجا سرک لای باشه و برف باشه امکان سلیپش زیادتر می باشه. در اون صورت شما از دیفلاک استفاده کنی به خاطر که این تیر بسیار پرشر یا وزن زیاد بالای زمین داره و شما با آسانی حرکت کرده میتونی. دوستان عزیز، برنامه‌ای که براتان داشتیم امیدوار هستم که مورد علاقتان قرار بگیره و موترهای کمکدار، سیستم کمک، سیستم جمپن و موترهایی که برای سرکای آفرود، برفی و خامه و سهل عبور است برایتان به معرفی گرفتیم. امیدوار هستم که مورد علاقتان قرار بگیره.